متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد. خب الان پولو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده. یا برخی ممکنه در داخل کشور باشن که ما در بررسی که داشتیم حدود 11 میلیارد دلار ما نزد تراستی ها داریم. البته 11 میلیارد دلار، البته نه اینکه اینا رو برده باشن، نه، اینها بخشش در جریانه، یعنی روند عادی است و در هر حال اینطور نیست که سوء استفاده کرده باشن. اما بخش حدود 1